نظرتون میشه یه دونه دستیار هوش مصنوعی داشته باشیم که به کاربرامون، به مشتریامون خدمات بده بر اساس دیتای بیزینس خودمون؟ مثلا اگه کسی ازمون سوالی پرسید راجع به محصولمون، راجع به قیمت، راجع به سرویسی که داریم بهشون ارائه میدیم، سوالی اگر داشت، به جای اینکه یک نفر یادم واقعی جواب بده، این رو بسپاریم به عهده هوش مصنوعی و مثلا چت جی پی تی برای ما این کار انجام بده. سلام، من وحید هستم. به کانال آکادمی هوش مصنوعی خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه یه اسیستنت هوش مصنوعی درست بکنیم و یاد بگیریم که چطور از هوش مصنوعی استفاده غیر از استفاده روزمره انجام بدیم و در واقع هوش مصنوعی رو وارد بیزینس و کسب و کار خودمون بکنیم. با من همراه باشید. سراغ یه موضوع خیلی مهم. ما حالا یه سری اطلاعات اولیه و ابتدایی از اینکه هوش مصنوعی چیه و چی کار میکنه و چه قابلیتایی داره به دست آوردیم. اگر قرار که از هوش مصنوعی پول در بیاریم و حالا استفاده های سوای استفاده های روزمره و برای مثلا به قول معروف رفع کتی و اینا داشته باشیم، چند تا پیش نیاز داره. یکی خب یه سری دیتا راجع به هوش مصنوعی داشته باشیم که من تا حد امکان به صورت خیلی خلاصه بدون که وارد جزئیاتش بشم، چون خودم خیلی از جزئیات دیپش اطلاع ندارم، تخصصم هوش مصنوعی نیست، بهتون دادم. دومیش ایده‌ای که داشته باشید که مثلا بتونه براتون پول ساز باشه و قرار باشه روی هوش مصنوعی پیاده سازی بشه. و سومیش نحوه پیاده سازی و در واقع کسی که قرار براتون پیاده سازی بکنه. آیا خودتون توانایی برنامه نویسی در واقع یک محصول روی API هوش مصنوعی رو دارید؟ اگر دارید که خب خوش به حالتون، من اینجا یه سری توضیحات میدم. اگر شما برنامه‌نویس باشید احتمال خب خیلی خیلی بهتر از من بلد هستید بنویسید. اگر هم شما فقط ایده دارید، میتونید از این ایده ها استفاده بکنید و یک برنامه‌نویس پیدا بکنید که براتون ایدهاتون رو پیاده سازی بکنه، یا میتونید به من پیام بدید که راهنماییتون کنم که چطور ایدهتون رو تبدیل بکنید به یه محصولی که بتونه در واقع کاربر رو جذب بکنه. برای شروع توی گوگل خیلی راحت سرچ میکنیم اوپن ای آی و وارد سایت اوپن ای آی میشیم. دو تا قسمت داره اینجا. بعد از که لاگین رو میزنید به شما آپشن میده که وارد چت جی پی تی بشین، همون چت جی پی تی معروف که میتونید سوالتون ازش بپرسید. و قسمت بعدی هم API هستش که ما با این قسمت دوم کار داریم. خب API مخفف اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس هستش. کاری با مفهومش اینو نداشته باشید. کاری که برای ما انجام میده اینه که بهمون اجازه میده روی بستر بزرگتر بتونیم یه محصولی رو پیاده سازی بکنیم و لازم نباشه همه چیز رو از صفر خودمون داشته باشیم. API OpenAI هم در واقع همین شکلی کار میکنه. وارد قسمت API میشیم. توی پنل میتونید قسمت مختلفی رو ببینید، آموزش هایی که گذاشته و در واقع مدل هاش رو معرفی کرده. راجع به مدل های مختلف OpenAI هم بعداً با هم صحبت میکنه، یه ویدیو میسازم راجع بهشون. قبل از اینکه شروع به کار بکنید نیاز هستش که API کی داشته باشید و این کی رو و این کلید رو در واقع از داخل همین پنل میتونید دسترسی داشته باشید. بعد از اینکه ثبت نام کردید این قسمت API کی هستش. ولی بعد حتما تو قسمت یوزیج هم برید ببینید چقدر کردیت دارید و فکر میکنم یوزرهایی که الان ایجاد میشه و میتونید بسازید یک کردیت $18 یا $12 برای یک ماه بهتون میده. دقیق خاطرم نیست چقدر هستش. کافیه برای اینکه مثلا محصول بسازید، تست بکنید. ولی اگه قرار باشه محصولتون کار بکنه حتما باید اعتبار زیادی بخرید، چون به ازای هر ریکوستی که از سمت یوزر میاد، هر توکنی که از سمت یوزر میاد، بسته به مدل شما یک عددی شارژ میشید و این عدد در واقع از محل کردیتتون باید تامین بشه. قبلا هم گفتم که مهمترین عامل توی کیفیت خروجی هوش مصنوعی یکی پرامپتی هست که می‌نویسیم، دوم بزرگی و کیفیت مدلی هست که در واقع ما روش داریم کار میکنیم. ما اینجا خیلی کاری راجع به مدل نمیتونیم انجام بدیم. چند تا مدلی که هوش مصنوعی اوپن ای در واقع در اختیارمون قرار داده ازش استفاده میکنیم، سعی میکنیم بهترین مدل رو انتخاب کنیم. پس ما روی مدل
تسلطی نداریم، پس باید روی کیفیت ورودی که به ماشین میدیم در واقع کار بکنیم. به صورت خلاصه پرامپتون دستورالعملی که شما دارید به هوش مصنوعی میدید، سوالی که ازش میپرسید و جوابی که ازش میگیرید. هر چقدر که این سوال تو د پوینت تر باشه، واضح تر باشه و با جزئیات باشه، در واقع خروجی بهتری شما میگیرید. پرامپت نویسی، پرامپت انجینیرینگ، پرامپت دیزاینینگ یک هنره، یک تخصصه و حداقل 3-4 ساعت لازم راجبش صحبت بشه و قطعا راجبش ویدیو خواهم ساخت. خب بریم سراغ اصلی‌ترین قسمتی که ما امروز تو این پنل باش کار داریم، قسمت اسیستنت. اسیستنت چی هستش؟ اسیستنت یه API هستش که به در واقع دیولپر اجازه میده روی یک مدل هوش مصنوعی یک محصول بسازه. چطوری؟ اسیستنت یه سری در واقع اینستراکشن میگیره، تو بعضی از مدل ها حتی فایل از شما میگیره، فایل دیتا از شما میگیره و بر اساس اینها با استفاده از کیفیت مدل میاد پاسخ مناسب رو جنریت میکنه. به چه دردی میخوره؟ شما دارید از یک مدل خیلی قوی یا قدرتمند استفاده میکنی برای یک منظور به خصوص. مثلا شما میتونی که یه اپلیکیشنی بنویسی که یوزر وارد بشه و مقصد مهاجرتیش رو بگه یا چند تا مقصد مهاجرتیش رو بگه، یا نه اصلا نگه، شرایطش رو بهتون بگه. فکر کن یک یوزری هست، شما یه آژانس مهاجرتی داری، یک یوزری هم داری که یه سری یوزری داری که پول دارن، یه سری شرایط خاصی دارن و بین چند تا مقصد سرگردون هستن. شما میتونید که با اسیستنت API در واقع به اینها پیشنهاد مهاجرت بر اساس شرایطشون بدید. چطوری؟ الان با هم دیگه میبینیم. یه نمونهش الان برام خیلی ساده اینجا میسازم که راجع بهش صحبت بکنیم. یه ذره جلوتر که بریم، حالا تو این مدل اولی که براتون میسازم نه، ولی قطعا بعداً اسیستنت خیلی قوی تری میسازیم با هم دیگه، یا اگر چیزی تو ذهنتون هست به هم بگید که با هم دیگه اون رو بسازیم و واقعا ابزاریه که میشه ازش پول در آورد. خب ببینید، میریم داخل قسمت اسیستنت و اینجا من میخوام یک اسیستنت هوش مصنوعی داشته باشم، یه دستگاه هوش مصنوعی داشته باشم که شرایط کاربر رو چک بکنه، ببینه آیا واجد شرایط دریافت این ویزا جدیده که برای آلمان اومده چانس کارت هست میشه یا نمیشه. این ویزایی یه سری نیازمندی ها داره که یوزر باید اون رو داشته باشه، کاربر باید اون رو داشته باشه که بتونه در واقع شانسش رو برای دریافت این ویزا بیشتر بکنه. سیستم امتیاز بندی داره. فکر میکنم به جای جاب سیکر اومده. جاب سیکر قبلا 6 ماهه بود، الان این 12 ماه هست، از 6 ماه هم اضافه تمدید میشه. همسر رو هم میتونید ببرید و فرزندان و نیاز به جاب آفر نداره. شما با یه سری تخصص و در واقع اطلاعاتی که دارید، حالا تجربه کاریتون، مدرک دانشگاهیتون، سطح زبانتون، سابقه زندگی کردن تو آلمان اگه داشته باشید خب امتیازتون بیشتر میشه. باید حداقل 6 امتیاز بیارید. سن هم مجاز هستش تا 45 سال. فکر کنم تا 45 سال یعنی بیشترین سنی هست که شما میتونید برای این سیستم اپلای بکنید. خب ما یه پرامپت می‌نویسیم. من یه پرامپتی اینجا می‌نویسم که در واقع بتونه این رو برای من جنریت بکنه. خب روی دکمه کرییت میزنم و یک اسیستنت جدید برام ایجاد میشه، یه اسم براش میذارم که تخصص در واقع واجد شرایط بودن من و یا یوزر رو چک بکنه، ببینم اینو درست تایپ کردم یا نه. بله. خب اون اسمش بود. حالا توی اینستراکشن، تو دستورالعمل این همون پرامپتی هست که باید بنویسیم. اینجا من ببینم چی بنویسم. check users چرا ایراد گرفت؟ obtain Germany chance. پرامپتون خیلی خوب نیست. راجع به پرامپت باید فکر کرد، بعد پرامپت رو نوشت، ولی من میخوام یه سری چیز سریع و آماده داشته باشم و نمیخوام خیلی واسش وقت تلف بکنم که جواب هم بهم بده. دارم بهش میگم که واجد شرایط بودن کاربر رو بررسی بکن، بحث ورودیایی که داری میگیری که ورودی‌ها میتونه
سن باشه، در واقع سطح زبان باشه، مدرک تحصیلی باشه، تمکن مالی باشه و حالا چیزهای دیگه، سرتیفیکیت ها و مثلا اسکیل هایی که داره. خب پرامپتو که نوشتیم میریم سراغ اینکه مدلمون انتخاب کنیم. اول باید یه فایل اضافه بکنیم. یه فایل من وارد سیستم میکنم. این فایل چی هستش؟ به طور خلاصه من یه دیتایی از در واقع قانونی که واسه یه جنس کارت هست پیدا کردم و اون رو دادم به سیستم. یه فایل PDF، تکست، هر چی میتونه باشه. تنها مدلی که فکر میکنم الان از این در واقع فایل پشتیبانی میکنه، این در واقع بهش میشه فایل داد توی اسیستن، مدل چت جی پی تی توربو پریویو هستش. مدل‌های دیگه این امکان رو ندارن. بنابراین اگه میخواین از دیتا خودتون به صورت خاص استفاده بشه، حتما باید مدلی که انتخاب میکنید چت جی پی تی 4 توربو پریویو باشه. خب خیلی راحت میریم تست میکنیم. میریم روی قسمت پلیگراند میزنیم و من یه به عنوان یوزر نویسم که من مثلا یه مرد 32 ساله هستم که مدرک مثلا مربیگری شنا دارم و تربیت بدنی خوندم و مثلا تمکن مالی دارم برای 1 سال زندگی در آلمان و همینطور لیسانس مثلا تربیت بدنی دارم و آیلتس 6 دارم. توی این سیستم ویزا یا باید مدرک A1 زبان آلمانی داشته باشین که خب پایه‌ترین مدرک زبان آلمانیه، یا باید B2 انگلیسی که معادل آیلتس 6 میشه داشته باشین که واجد شرط میشه از نظر سطح زبان بتونید خودتون رو ثابت بکنید و بتونید وارد بازار کار بشین، یعنی نشون بدین که میتونید وارد بازار کار بشین. این به غیر از مدرک تخصصی کارتون یا مدرک دانشگاهیتون و سابقه کارتون هستش. اینا در کنار هم دیگه به علاوه امتیاز سنتون باعث میشه که شما اون پوینت رو بگیرید. خب 6 سال سابقه کار نوشتم. حالا من این پرامپت هم دارم به فارسی می‌نویسم، سیستم قراره به فارسی جواب من رو بده. بعد از اینکه سوالم رو از اپلیکیشن پرسیدم، رو دکمه ران میزنم و دیتا برای من تولید میشه. نکتهش اینجاست، ببینید داره از روی فایلی که من بهش دادم میخونم. فایل چیه؟ فایل به زبان انگلیسی هستش، حتی میتونه به زبان آلمانی باشه، یعنی دیتا اورجینال قانونی که مجلس تصویب کرده رو میتونم به اینها بدم و یعنی با بررسی شرط من به زبان فارسی که دارم میگم با دیتایی که به زبان آلمانی یا انگلیسی موجود هستش میتونه به من دیتا بده و در واقع شرط من رو بررسی کنه ببینه من واجد شرط هستم یا نه. خب یه سری دیتای اولی داره میده که چه چیزهایی نیاز داره، بعد دونه دونه چیزهایی که من به عنوان ورودی بهش دادم رو با دیتایی که باید باشه بررسی میکنه و در انتها به من میگه که من واجد شرط هستم یا نیستم. خب الان میگه با توجه این به نظر میاد که شما واجد شرط هستید، ولی خب برای اینکه اطلاعات بیشتری پیدا بکنید و اینا باید به نمایندگی ها و مراجع قانونی مراجعه بکنید و پیش. خب نکتهش اینه که الان این در واقع اپلیکیشنی که ما اینجا نوشتیم، این اسیستنتی که ما نوشتیم خیلی هم ساده، ما این رو نمیتونیم همینجوری در اختیار کاربر قرار بدیم. این باید تبدیل بشه به یه اینترفیسی که یوزر بتونه باش در ارتباط باشه، میتونه مثل وبسایت، یه فرم توی وبسایتتون باشه یا حتی یک بات تلگرام، ربات تلگرام باشه و این نیازمند اینه که شما یک سروری داشته باشید که این سرور در واقع بتونه با API هوش مصنوعی اوپن AI در واقع این API از طریق سرور شما با اوپن AI در ارتباط دیتا رو رد و بدل میکنه. سرورتون با اینترفیستون، با اون فرانتتون، با اپلیکیشن موبایلتونه، اپلیکیشن وبتونه یا حتی اون ربات تلگرامی که بهتون گفتم یا ربات واتساپی که بهتون گفتم، میتونه که در واقع به سرورتون وصل بشه و این اطلاعات رو در واقع رد و بدل بکنه. حالا
ما که اینو نمیتونیم در اختیار کاربر قرار بدیم، یعنی این پنل رو نمیتونیم به کاربر بدیم که برو از توی این اقدام بکن. پس بنابراین نیاز به اون اینترفیس و اون اپلیکیشنمون داریم. حالا اگه برنامه‌نویس هستی که خب قطعا میتونی خودت بهترین مدل خودت رو پیاده سازی بکنی، اون چیزی که سریع‌ترین حالتش هست و تخصصش رو داری، زبان برنامه‌نویسی بلد هستی و اون فریم ورک بلد هستی، میتونی با اون پیاده سازی بکنی. اگر هم فقط ایده داری، میتونی یه برنامه‌نویس پیدا بکنی یا به من پیام بده، من راهنمایی کنم که چطور بتونی از این قابلیت بسیار عالی با هزینه خیلی خیلی کم توی اپلیکیشن خودت، توی بیزینس خودت استفاده بکنی و بتونی که مشتریات رو نگه داری. اینجا فقط پاسخ دادن به مشتری نیست، اگه دقت بکنین یه جور لید جنریشن هم هست، یعنی شما داری به مشتری دیتا میدی ولی دیتایی ازش داری میگیری. در انتها میتونی برای اینکه در واقع بعد از اینکه دیتا ازش گرفتی، اطلاعات ورودی ازش گرفتی و پاسخت آماده شد، قبل از اینکه پاسخ رو براش بفرستی، ازش شماره تلفن، ایمیل، یه سری مشخصات بگیری که بعداً دوباره بتونی به این آدم رجوع کنی، چون این آدم کسیه که متقاضی سرویسی هستش که شما داری ارائه میدی و بعداً شاید الان ازت نخره، شاید الان از سرویست استفاده نکنه، ولی بعداً میتونی بهش در واقع مراجعه کنی، ریتارگتینگش بکنی و تبدیلش کنی به مشتری خودت.